باز از ما از ارد دوم سر کرده از 135 سومون ارد یکمی پیش نامبایی که 155 سومون ارد داریم 50 کیلو استاندارد. اگر با سومونی گردونیم از یک دو هفته پیش تو 15 سومونی ارزون شده. مسئله تنظیم من شخصا خودم فکر میکنم که بازار خود شخصیت خودش رو دارد که اگر هم بازار رقابت گفتن گپ هست انا حاضر به همون تنظیمم که با نقد با پایین آمده است. انا ان شاء الله باری نوی ما با پگه دیگه باید رسد تا 152 53 سومونه میخوره. یا 50 50 کیلو است. در بازار جهانی نرخ ارد ارزان کشید. بعد مثال ما ارد از قزاقستان میومد لیل‌نوباد، از لیل‌نوباد ماشین خطی بدشمه وارد میشید به همین خاطر قیمت‌تر بود. خود راه پولی 6 سوم که ارزان شد از حساب راه 6 سوم ارزان با از حساب نرخ دولتی خودش قریب 15 سوم میگرد قریب خودش 20 سوم ارزان میشد. تونلی شده کشید سبب باشوی تونل این نرخ تحصیل کرد. بسیار مردم یک وقت با تهلکه نافتادن ذخیره کردن داشتن. حاضر بود طلبات مردم خرج بسیارتر از ما رایونا که میبرن رایونا طلبات چو کمتر خیلی شهر که بسیارش با نان خرید نان خیلی چیزا کم استعمال میکنن. تا 170 80 خسته بود. روز با پونتاش دقیقه خوب میشه ارزون شه برای مردم از وقتی 180 شد دهشت شد خیال کردن که ایام بالاتر میره. واسه اینکه پولی نداشتن که بیشتر ذخیره کنن. دولت مو استحصالی قانون نداره که دولت فقط میتونه که ایران نگه داره. نمیتونه. اگر که دولت میدوش ذخیره خودشه پیشنهاد میکرد نقد معین میمون. دیگه هیچ کس رو نقد بلوکین کردن نمیتونه که دیگه دست دولت نیست چیزی. خاله که فهمیدم که قزاقستان میگفت که مثلا دل همینجا به خودشون وای میکنن. ارد کرده همینجا وای میفروشن. و همسایه او میگفتن که що میخریم وای گفت قزاقستان на самом деле همینجا وای میکنه. وایش подъемаш нас не хами, и свояж нас, صفتش нас.